خیلی از مریضا متاسفانه نگران هستن که جرمگیری مینای دندونشون رو از بین ببره و به خاطر همین جرمگیری رو انجام نمیدن. خوشبختانه الان یه تکنولوژی جدید وجود داره به اسم ایرفلو و بیشتر دندونپزشکا از این تکنولوژی استفاده میکنن. ایرفلو یه دستگاهیه که یه پودر خاصی رو با فشار باد روی دندون میپاشه و برای همین فقط جرما رو از بین میبره و اصلا به مینای دندون شما صدمه نمیزنه. متاسفانه با اینکه واسه هممون واجبه حداقل هر 6 ماه یک بار جرمگیری رو انجام بدیم، توی آلمان بیمه ها این پول رو واسه شما پرداخت نمیکنن و جرمگیری هزینه‌اش خصوصیه. قبل از اینکه جرمگیری رو انجام بدین به بیمه‌تون زنگ بزنین و ازشون بپرسین پروفسیونل زانرeinigungen بیمه‌تون هزینه‌ای واسه شما پرداخت میکنه یا نه.